پایی باش برداشته بشه، خب میخوام بهتون نشون بدم یه حالت اینجوری پیدا میکنه. نگاش کنید. زیرش سیمه. زیرش هیچی نیست. کاش سیم بود. اگه سیم بود میگیره. خب زیرش به این شیوه میشه. حالا ما باید بیایم یه پایه سازی کنیم واسه این. از این مسیری که اومده، به مسیرش باید دقت کنیم. از مسیری که اومده. خب چه کار باید کنیم؟ یه سیم میکشیم. از کجا؟ از همون روی مسیرش یه سیم میکشیم واسه. از همین شروع میکنیم به خراش دادن. خب دقت کن، از اینجا اگه خراش بدی سیمو با خودت بر میداری، چون این قسمتش الان آزاده تقریبا. این خوش بشه قسمت کار. خب از همین مسیر از اینجا شروع میکنم به خراش دادنش. ببینید بعد اینکه خراش دادید یه خورده، مسیرتون چی میشه؟ رنگش طلایی میشه، رنگ سیمهای مسی. خب این مسیرت وقتی کامل افتاد بیرون، اینم از این